با نام و یاد خداوند هستی بخش. سلام همراهان گرامی، سیمین مقدم هستم، کارشناس مشاوره. عزیزم، گفتین که همسرم اهل ابراز محبت کلامی نیست. گاهی وقتا شک میکنم منو دوست داره یا خیر. باید بگم که دقت کنین، بعضی از آقایون ذاتاً اهل ابراز محبت کلامی نیستن، ولی تلاش میکنن، زحمت میکشن، تلاششون رو بیشتر میکنن تا درآمد بهتری داشته باشن، تا بتونن به آسایش و آرامش خانوادهشون بیشتر کمک بکنن. گاهی بعضی از آقایون تو کارهای خونه کمک میکنن به طوری که نشون بدن خانمایشون رو دوست دارن، ولی ابراز محبت کلامی برای خانما خیلی مهمه، چون خانما در دسته‌بندی‌های شنوایی ها قرار میگیرن. یعنی از طریق شنیدن عاشق میشن، انرژی میگیرن. ولی شما میتونید خواستهاتون رو با همسرتون در میون بذارید که در کنار این که خیلی کارهای ارزشمندی انجام میده، ابراز محبت و کارهای رمانتیک هم خاطرش باشه. بهش بگید وقتی که به صورت کلامی به هم ابراز عشق و علاقه میکنی و ابراز محبت میکنی، اونقدر احساس خوشبختی میکنم که حس میکنم خوشبخت‌ترین زن روی زمینم. یعنی با جمله هایی نیاز خودتون رو مطرح بکنید که همسرتون حس کنه اگه اون کارا رو بکنه مرد فوق‌العاده‌ای خواهد بود. حتما این کار رو انجام بدین و به همسرتون راه های ابراز علاقه کلامی رو با رفتارتون نشون بدین و امیدوار باشید که با گذشت زمان تغییرات مثبتی رو در رفتار همسرتون خواهید دید. شاد باشید.